عزیز، امیدوار هستم جور سلامت سر حال باشین. من قاسم احمدی هستم و امروز که چطور بتانیم در روز امتحان رانندگی موفق شیم و لیسانس خود را به خوبی برسیم. خب خیلی نکات بسیار چند نکات مهم است که من انشاءالله اول در جریان با شما بگذارم و انشاءالله امیدوار هستم که مفید باشه برای شما. البته این یک تجربه شخصی است که سر خودم تیر شده و خواستم این تجربه را با شما هم شریک بسازم تا که بتانم به شما کمک کنم. خب در قدم اول که بسیار مهم است در امتحان عملی است که شما اون شب مثلا وقتتر خوابیده باشین، خواب خوب کرده باشین که فردا صبح بتانین مثلا خوب تمرکز داشته باشین. یعنی منظوری نیست که شما کوشش کنین که شب امتحان کامل وقتتر بخوابین که تا صبح سر حال بیدار شین و به امتحانتان برسین. مهمی بسیار نکته مهم که است که در روز امتحان کوشش کنین خونسرد باشین، زیاد استرس نداشته باشین. البته استرس یک چیزی است که طبیعی است، امکان داره که هم داشته باشه، ولی تا حد امکان کوشش کنیم که خونسرد باشین. و موضوع بعدی است که زمانی که شما داخل موتر میشینین و پروفارم یا کسی که امتحان میگیره در پشت سر شماست، همراهشان بسیار با مهربانی سلام علیکی بکنین، خود معرفی بکنین و هم خود معرفی میکنن و بعدا منتظر باشین که چی هدایت میکنن. خب طبعا در قدم اول سوالات درباره چراغ موتر است که چراغ‌های موتر را باید یاد داشته باشین. قبلا باید آمادگی گرفته باشین که چراغ‌ها سوال میشه، با وجودی که مثلا اگر شما کل از چراغ‌ها را جواب دادن نتونین، این چیزی نیست که مثلا شما رو ناکام بکشه، ولی این میتونه یک نقطه منفی باشه اگر در جریان امتحان شما بعضی مشکلات دیگه هم اشتباهات دیگه هم داشته باشین، یک جای شده هم میتونه شما را ناکام بکشه. یعنی چراغ‌ها رو یاد داشته باشین و بعدا شولتر بریک که این بسیار مهم است که زمانی که مثلا شما چی لاین عوض میکنین یا چی مثلا طرف راست یا چپ دور میزنین، شولتر بریک داشته باشین که در آلمان شولتر بریک خیلی مهم است. اگر این نداشته باشین امکان داره که شما ناکام بمانید. و موضوع بعدی داخل شدن در اتوبان و خروج از اتوبان است. داخل شدن هم زمانی که شما داخل اتوبان میشین و مجردی که شما نقطه دید می داشته باشین، ببینین که از طرف راست یا از طرف چپ شما موتر میآید چقدر فاصله داره، پیش خود یک تخمین داشته باشین. زمانی که شما تخمین دارین اگر موتر مثلا فاصلهش دور است، خب میتونین شما سرعت خود زیاد بگیرین، از 100 تا از 80 تا 100 تا باید در اون منطقه باید براین، از منطقه که خروجی داخل اتوبان شدن شما. اگر احیانا مثلا موتر نزدیک شماست، نیاز نیست که شما سرعت بگیرید، به خاطر که اونجا شما حق اولویت ندارید. حق اولویت از کسی است که سرک مستقیم در اتوبان هستند. کما که گاز از پایتان وردارید بار که او رد شد و بعدا از شما سرعتتان بگیرید، ولی به هیچ عنوان در دخولی استاد نکنید موتر که شما بیخی استاد کنید و طرف خود سعی کنید بعد از این 100% ناکام بمانید. و موضوع بعدی خروج است. زمان که شما خروج از اتوبان میشن و این بسیار مهم است که همین علامات 300 متر که است، 3 خط که است، اونمو خط 3 خط که است 300 متر. اینی شما زمانی که همین علامه 300 متر میبینید باید بلینکه خود بزنید. زمانی که بلینکر را زدن شما بعدش 200 میشه، بعدش 100 میشه و زمانی که با سرعت 100 است دیگه پایتان از اکسلراتور اکسلراتور میگن بگذارید موتر به حالت خودش سرعت خود کم بکنه، ولی به هیچ وجه شما نمیتونید که بریک بگیرید تا زمانی که شما در خط دخول خروج داخل نشوید. زمانی که شما در خط خروج داخل میشین یک بریک آهسته و سرعت 50 هیچ کار مشکل پیش نمیاد که شما از اتوبان خارج شوید. و این موضوع خیلی مهم است. چیزای مهمش اینمی است. و موضوع بعدیش است که لیورز.
معمولا شما را در یک پارکینگ یا پارکینگ سوپرمارکت یک جای میبرن، میگن از اینجا لیورس بزن. و زمانی که شما از پارکینگ هم میبرین، باید متوجه باشین که در داخل پارکینگ هم میتونه جای است که رشت رولینگ است. او را هم باید مد نظر بگیریم که اونجا داخلش اشتباه است پیشتان صورت نگیره. رشت رولینگ در اون داخل اتوبان است، متوجه می باشین و شایرتر چهار طرف دقیقا نگاه میکنید. همین چیزای مهمی است که اگر شما همینا رو مد نظر بگیرید، انشالله که از امتحان موفق میشین و لیسانس رو به دست میارین. خب البته این چیزایی بود که یک تجربه شخصی بود. امیدوار هستم که بر شما مفید بوده باشه و اگر شما همین نکات مد نظر بگیرین، انشالله که لیسانس رو میگیرین و راحت میشین. و ما میفهمم که خودتان در جریان هستین که چقدر پول مصرف داره گرفتن لیسانس در آلمان و چه بهتر است که آدم یک بار آمادگی خاص بگیره و موفق شود دیگه پشت کاری لا بکنه و تمرکز خود سر دیگه چیزهای مهم زندگی بگیره. خب امیدوار هستم که این ویدیو مفید بوده باشه برای شما و انشاءالله که مفید است. بازم تشکر از اینکه ویدیو را تماشا کردیم. لطفاً چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید. تشکر. روز خوش. خدا حافظ.